آموزش آهنگ بارون بارونه خیلی ساده است. تا همین سطحی که الان رسیدید خیلی راحت میتونید بزنید. این آهنگ من باب این هست که شما به این باور برسید که واقعا زدن آهنگ خیلی کار سختی نیست، فقط لازمش اینه که شما همینجوری که تکنیک نوازندگیتون میره بالاتر بتونید آهنگ‌های مختلفی که در سطح نوازندگیتون هست رو پیدا کنید و اجراش کنید. ابتدای کار یه مروری با هم دیگه بکنیم. ببینید 4/4 هست. یعنی چی؟ تو صحبت‌های اولیه‌مون داشتیم، یعنی 4 ضرب سیاه در هر میزان. همونجوری که مشاهده می‌کنید میزان اولمون ابتدا یک سکوت داره، سکوت یک ضرب، سکوت سیاه، و بعد 3 تا دونه سیاه داره که در مجموع میشه 4 تا سیاه ما. میزان دوممون 2 تا دونه نوت سفید داره که در مجموع میشه 4 تا سیاه ما. میزان سوم ابتدا 2 تا چنگ داره که 2 تا چنگ میشد یک سیاه، بعد یک سفید داره که خودش 2 ضربه، پس تا اینجا 3 ضرب، و در آخر یک سیاه داره که میشه 4 سیاه. به همین شکل بقیه‌اش رو هم اگه نگاه کنیم می‌بینید که در هر میزان ما 4 ضرب سیاه داریم. از نظر نوع نوت ها، خب اینجا سرکیدمون فاش دیس هست، ولی اصلا ما فا اینجا نداریم. یعنی فعلا نوت هایی که به کار میبره سی و لا و سول هست و می‌بینید که یه خیلی خیلی ساده با همین 3 تا نوت شما میتونید بزنید. 2 خط تکرار هست که بعد بهتون توضیح بدم. ابتدای خط اول 2 خط تکرار، علامت 2 خط تکراره که وقتی بهش میرسیم و برگردیم، چون دیگه نداریم همچین چیزی یا توی قطعه برعکسش رو، برمیگردیم اینجا ابتدای قطعه و در واقع خط اول رو دوباره اجراش میکنیم. عرض کنم خدمتتون که نکته خاص دیگه ای نداره. شروع میکنیم. ابتدا باید هر قطعه‌ای که شما میخواید بزنید برای خودتون ریتم خوانیش کنید، یا اگه بتونید به اصطلاح هم پارلاتیش کنید که اینا مباحث حالا دوره سولفژ هست. خیلی ساده میخوام بهتون بگم، خب خیلی بهتر میتونید بزنیدش. یعنی چی؟ یعنی این بار اول با زبون خودتون نوتاشو بخونید. حتی اگه نوتاش هم براتون سخت بود، همه رو بگید نوت دو، ولی یه بار با زبون خودتون قبل از اجرا ویولون پیادهش کنید. خب به این شکل ما میریم. اول میگیم سکوت، تو دلم یه دونه بشکن یا یه ضرب میشمارم، بعد میرم جلو. سی 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 لا سی لا سی لا سی 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 لا سی لا سی لا. سکوت. حالا میرم خط دوم. سی لا سول لا سی سول لا سی لا سی. سکوت. سی لا سول لا سی سول لا سی لا سول. تمام. خب اگه صداتون رو بتونید زیر و بم کنید طبق آهنگی که شنیدید، بارون بارون زمینا تر میشه، این همون آهنگه. خب صداتون رو همینجوری بگید. سی 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 لا سی لا سی لا. آهنگ ها رو یا هر قطعه یا ابتدا میگیم با سرعتی که براتون معقول هست، پایین سرعت کم اجرا بکنید و بعد کم کم سرعتش رو ببرید بالاتر. اول از همه میتونید هیچ کاری به این که اصلا این آهنگه نداشته باشید و خیلی ساده من براتون اینو اجرا میکنم، بعد سرعتش رو میبریم بالاتر و دقیقاً شبیه آهنگش میشه. پس ابتدا میگیم سکوت، بعد ببین سی که اگه دیدید انگشت اول رو سیم لا اینه، اگه جایی لا دیدید که اینه، سول هم اگه دیدید سریع با انگشت سوم رو سیم ر انگشت سومت رو میگیری، یعنی دستت قشنگ بچرخه بذاری رو سیم سوم، انگشت سومت رو بذار. حواستون باشه صدا خوب باشه. پس شد چی؟ یک، در تکرارش نوتش رو میخونم. یک، سی 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 لا سی لا سی لا. ببین، یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک و دو سه چار، یک دو سه چار. به این شکل میتونید ضربش رو بخونید. خب خط دوم اولش سکوته، بعد میگه سی لا سول. این انگشت سوم است که گفتم. این سی لا سول لا سی
سل لا سی لا سی. خب خط دوم یه بار دیگه با هم بگیم. ببین شد 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 شد سی سل لا سی سل لا سی لا سی. و خط آخر شبیه هم خط دومه، سکوت میریم بعد سی لا سل لا سی سل لا سی لا سل. لا و سل هر کدومشون 2 ضربه. پس دقت کنید برای هر سیاه 1 ضرب میزنیم، برای سپیدا 2 ضرب میزنیم، برای چنگ ها نصف ضرب میزنیم. یعنی اگه کسی پا میزنه پا میاد پایین برای سی، پا میره بالا برای لا. حالا یه بار بدونی که صحبت کنم اجراش میکنم. 1 این میشه اولین آهنگ که شما در دنیای زیبای ویولون اجرا میکنی و بقیه آهنگ ها هم تقریبا شبیه همینه. حالا یه جاهایی سختی های بیشتری داره که خب قطعا شما سختی هاشو در درس ها در هفته به هفته ماه به ماه کشیدی توی اجرای قطعات کتابی. اگه خوب تمرین کرده باشی و صحیح پیش رفته باشی، شما هر در ماه که داری تمرین میکنی و نسبت ماه پیشه واقعا محسوس سطح نوازندگی بره بالاتر. حالا نه اینکه حالا همیشه آدم شارپ اینجوری بره بالا، نه، شاید یک مقاطع اینجوری بشه، حتی یه ماهی مثلا یکم افت کنی، شاید به هر دلیلی یه مقطع دوره بری بالاتر، ولی کلا به صورت کلی رو به رشد باید باشید. بقیه آهنگ هم مثل همین هست، از همین نوت‌های دو رے می فا صل لا سی تشکیل شده، رو همین خطوط حامل هست. کلی آهنگ هست که شما در همین پوزیشن اول میتونی بزنی، کشش‌هاش هم نهایتا یه دولا چنگ هم بهش اضافه بشه و چیز سختی نیست. بعد با تمرین و ممارست بتونید آرشتون رو با انگشتاتون و ضرب و جایگاه صحیح انگشتا هماهنگ کنید.